سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور صحتمند و سر حال باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین، از گزنده روزگار در امان باشین. دوستان عزیز خوش آمدین به برنامه خودتان کوچه به کوچه. با من فواد شریفی از تلویزیون صدای دریا. امروز آمدیم به قلعه نجارای خیرخانه. اینجا رستوران های زیبایی است که دوستان و تجاران ما سرمایه گذاری کردن، رستوران های بسیار زیبایی را اعمار کردن و دوستان ما میتونن از این رستوران ها با فامیلایشان استفاده کنه و همچنین یک تفریحگاه زیباست. بیاین بریم، ما افطاری ما امروز آمدیم به اینجا اختصاص دادیم ببینیم که اینجا چی خرید و فروش میشه و چقدر نفر مشغول کار است. دوستان عزیز نزدیک افطاری است، همینجا دست فروش ها است، کراچیوان هاست. بیاین امروزشان صحبت کنیم که در چی حال، در چی وضعیت هستن اینا. سلام کاکا جان، خوب هستی؟ صحتمند؟ خیلی صحت خوب است. تشکر. اجازه است بشینیم؟ چطور هستی؟ خوب هستی؟ شکر فضل خداست. قراری بخیر هستی؟ چه کاروبار کاکا جان؟ حالا یعنی کراچی سر دیگه میبینی که اینا کراچیوانی میکنی که کار کسبی نیست. چطور است امروز کار کردی نکردی؟ والا یک 5-6 تنان خوش یک مسلمان آورده که کاروبار نیست دیگه، چیزی نیست. باز از چی وقت میبری تو؟ از صبح کی راست از صبح کی تا افطار هستی دیگه میجه. این تا بعد از خفتن آوازان میتونی میجه هستی. کاروبار نیست. کاروبار نیست. کاروبار که باشه مادایی چی میکنی؟ کی است نان پیدا کرده؟ خانه خودتان هستی؟ خودم هستم دیگه. یک بچه که کم از سنای 10 ساله است، تا بالا تو بچه جوان ندارم که بسیار شده باشه. ای سرایال ناخور. حالا مشکل است. خانه از خودتان است کرایی؟ نه کرایی است. این کوتل از کوچه زیارت. سلام علیکم. خوب هستی؟ صحتمند؟ صحتت خوب است؟ بخیر هستی؟ چی حال داری؟ خودت خوب هستی؟ سلامت باشی. امر کاکا جان چی کار؟ خیر ببینی همونجا ما کلا سودا میکنم، دیدم شما را همتون آمدم. همین کلا روز 5 تا 4 تا. همونجا هستی؟ همونجا. هیچ مشکل نیست. کلا تانم که میمان ما میشه امروز افطاری است، میمان ما شوی. صحیح است؟ جور باشه بخیر. همونجا میباشی خودت؟ همونجا وار نه همین تا میام یکم چکر کلا میگردانم. همین کلای در پای روز یک ساعت یک 80 یک شب ما جدیدم شما را همتون آمدم اینجا. خیر ببینی کاکا جان، سلامت باشی. خودت گفتی فقط همونجا کلاست؟ می کلاست. کلا مفروشی. چطور از کاروبار خودت چطوره؟ شکر از خوبم. روز 80 روپیه 100 روپیه دیگه اما کامیشن. والا سخت است، شرایط سخت آمده. کل ما و شما خداوند ما و شما را کمک کنه در این ماه مبارک رمضان، خودش سر ما رحم کنه. کل ما و شما بتانیم همون یک رزق روزی حلال و خوبی پیدا کرده بتانیم. درست است کاکا جان، ما شما پیش خودت میایم یا خودت هم میخوایم همون یک. تشکر. سلامت باشی. ببخشید کاکا جان خودتان که خب گفتین چند پسر دارین؟ دیگه 4 پسر است، 2 دختر است. دیگه ای سرایال ناخور هستیم دیگه. خانم گفتین کرایی است؟ خانم کرایی است. والا بسیار مشکل است. بس فقط در اموال مردم انتقال میتونی؟ دیری میاد دیگه، اگه پیدا شد انتقال میتیم، نشده که قرار بشین دسازر قول خلاص. والا مشکل است، خیلی مشکل است. خداوند که همه ما شما را کمک کنه. دیگه بیشتر وقت نمیگیریم، خواستم برای خودت صحبت کنم که ماه مبارک رمضان چطور میگذره؟ حالا ماه مبارک رمضان دیگه سپاسگزار هستیم. چیزی که اولا از طرف پروردگار شده، بیشک چیزی که از طرف خداوند باشه او میرسه. بخوایم نخوایم، اگه بیشتر هم کوشش کنیم، اگه کمتر هم از طرف خداوند میگه تو حرکت از برکت. چیزی که اولا باشه بر ما شما میرسه. بیشک ان شاء الله خدا مهربان است کاکا جان. کل ما و شما افغانستان در عموم وضعیتش براتون معلوم است که بیکاری و فقر دامنگیری همه جوانای ما و شماست. خداوند ما را کمک کنه. منتظرت هستیم کاکا جان. خیلی باز میمونی رو بیاین طرف ما بیاین. صحیح است؟ نمیجستیم. فعلا به اجازه تان. دوستان عزیز ما تا آیستا میریم، نزدیک افطار است و همینجا یک چند نان مهمان از دستفروشای امروز مهمان ما هست. میریم افطاری را میکنیم. بیننده برنامه خودتان باشید. دوستان عزیز همیشه یک خاله است، از راه تیر میشد، نمیفهم که چی کاروبار میکنه و به خاطر چی اینجا نشسته. برای خودشان صحبت میکنیم. سلام خاله جان. سلام علیکم بیادر، خوب هستی؟ تشکر. سلامت باشی مادر جان. چی کاروبار چطور که امروز در این وقت نزدیک افطاری سرک برآمدی؟ از مجبوری برآمدیم بیادر، کدام کارگر خانه ندارم، فلکایم خرد است. از خاطر برآمدیم که کدام کمک کدام نفر برام کنه از خاطر خدای پاک. کارگر هیچ کس نیست؟ نه بیادر، 5 تا فلکایم است، خرد است دیگه. شوهرم 4 ماه 5 ماه میشه که فوت کرده. خداوند بیامرزشان. والا مشکل است بسیار.
دیگه تفلکایتون کدام است؟ فلکایم در خانه است. خب خانه هستن؟ نه. خودتان دیگه برآمدین که یک لقمه نان اگه پیدا شود. بیادر کم از این خاطر یک لقمه نان است. خیش اقوام دوستا کمک نمیکننش؟ نه بیادر کم به نام خدا اگه کمک کنه قسم خودم بر روز امیال دادانم است. والا بسیار مشکل است خاله جان، به خاطر که ما اینجا دیگه تفلکام بودن یا خودتان شاهد بودین، از ما هر قدر پولی که در جیبم بود دانستم کمک کردم. خداوند ما شما را کمک کنه که همه ما شما بتانیم یک روز گفتم یک لقمه نان حلال به خوبی و به اون نیکی کسب کنیم. الهی امین بیادر کم. کدام حرف پیام داشته باشین خاله جان میشنیم ازتان. می حرف پیام دارم کدام تایی که دارم مثال تجار است خیر می غریبا را کمک کند، از مجبوری مبرایم از هوس نمبرایم، از خاطر اولاد خود مبرایم که یک لقمه نان حلال یک لقمه حلال به اولاد خود ببریم. انشالله خاله جان. دوستان عزیز خیلی سخت است، نمیفهم چی بگویم. واقعا آدم تا حد توانی که میتونیم کمک کنیم، یعنی در این ماه بندگی تا حدی که توان داریم براتان در برنامه قبل هم گفتم 7 رقم غذا نخورین، 1 رقم 2 رقم بخورین، چنین مستحقین کمک کنین. دنیا رفتنی است، دنیا فانی است، تا آخر اینجا نمیمانیم که ما بخوایم به خود ذخیره کنیم. همه قدر که الله مشکل ما شد و بتونیم همسایه ما را دستش بگیریم. دیگه پیام ما همیست، خواهش ما همیست از دوستان ما که تجار هستند، دوستان ما که سرمایه‌دار هستند، لطف کنن و بیاین سر بزنن به این جاده ها و این چنین تفلکایی را که میبینین اینجا، اینا هم از شوق اینجا نامدن گرد مجمع شده باشن به خاطر ابو 10 افغانی یا 20 افغانی که به اینا میتیم یا اینا را یک لقمه نان میتیم، همه ایشان اینجا جمع شدن، همه ایشان مجبور هستند. از ما از خواهش ما از شما می است که لطفاً کم توجه داشته باشین و یک دانه نانتان نصف کنین و به مستحقین بدین. تشکر خاله جان، سلامت باشین. تشکر از شما بیادر. سلامت باشین. دوستان عزیز ما میریم نزدیک افطاری، سمو چقدر یک چند دانشانک ما میمان کردیم دیگه. دوستان عزیز ادامه برنامه کوچه به کوچه است. ما اینجا یک لالاگه که ما مصروف بود فروشی است. بین امروزشون صحبت کنیم که چطور میگذره کار و بارشان. سلام لالا جان. خیر باشی. خوب هستی صحتمند؟ یک ذره یک بلندر با خوبش گپ بزن که صدایت مردم بشنوه. چطور هستی؟ خیر هستی. شکر. نام چیست؟ شبیر جان. از خود چیست لالا نام؟ وهاب. ای کراچی یک از کدامتان است؟ اون از والا سعید آمدن، اونو پدرم از همه کراچیوانی میکنیم. بسیار خوب. بوتار از کجا میاری؟ از مارکت میارن. از مارکت میاری جمع فروشی؟ چطور از کار کردی نکردی؟ نه والا صبح ششتیم یک 5 روپیه یک نفر دادیم و دیگه هیچ ندادیم، هیچ کار بار نیست. ما بود داری که ما از پیش بخرم. این هسته. یعنی به ما کدام بزنانه رقم میدی؟ نه هسته. دلت رقم میگیری. مکتب خو میخوانی؟ مکتب. چند است لالا؟ صنف 8. صنف 8 ماشاءالله. یک صنف چند است؟ یک صنف 3. صنف 3. چطور از کار و بار گفتی امروز عید اسلاف هم نکردی؟ خب حالا ما خیجه بودم نداری که از بود بخرم، خیلی چطور کنم؟ دلت هر چطور میکنی دیگه. کدام حرف پیام داشته باشی با بیننده های کسایی که همسنت هسته، کدام حرف پیام داشته باشی میشنویم ازت؟ کدام حرف پیام داری بگو برشان. همه کار بار نیست، از امروز که طالب آمدن کار بار خانه است، همه کار بار است که یکم قابلی چیز میاد چور میشه، پیسه میاد هرچی میاد دمی سرک چور میشه، دیگه چیز نیست دمی سرک، موتر نان چیزی که میام چور میشه. افطاری باز کجا میباشی؟ افطاری باز اینجا میباشیم، باز دکانا میتند ما باز افطار میکنیم. خب بیا افطاری ریجه کدما که ما بیجا هستیم، بیا میشه افطاری کدما میایی میشه؟ بخیر باشی. سعید خیمه اینجا منتظرت هستیم. خداحافظ. دوستان عزیز هم تا ایستا میریم به جاده سرک آمدیم، دست فروشان بودن که با تفلکا کار میکنن، واقعا شرایط سختی آمده، بیکاری آمده. بیاین ما ایستا میریم و اینا را ما میمان کردیم ببینیم که میمان ما میشه یعنی یک روز با اینا یک افطاری کنیم، چون افطاری با اینا یک لذت خاص دیگه داره. بیننده برنامه ما باشین تا بهترینا رو براتون تقدیم کنیم. دوستان عزیز نزدیک افطار است، ما میریم هم تا ایستا که افطاری کنیم. همیشه خوراک ما شیشتا ببینیم که چی مفروشه. سلام خوراک. سلام. خوب هستی صحتمند؟ شکر. کدامتان گپ میزنی؟ تو گپ میزنی؟ نامت چی است؟ ستایش جان. چی میفروشی؟ فلانی. بولنا چندی است؟ دانی ده. گیر از کجا میری؟ خانه ما. از خانه میری؟ مادر جان پخته میکنه؟ تو ببین ما چه رقم از بولانیا. نزدیک افطار هم است. ما اگه میمان چیم به ما نمیتیاره؟
هته اما تو مفت میدیم ما. سلامت باشی، تشکر. چند دانه است؟ 4 دانه، 6 7 دانه است. خب 5 دانه زیر از پیشت میخرم. 6 بگی پا یک تا 6 تومن 5 دانه زیر ما بده. صحیح است؟ نه ایره تو بگی ای چند دانه است؟ 4 دانه 5 دانه. ایره چی بگیریم ما این حاله؟ مرا پلاستیک داری؟ اینا دوستای عزیز دیگه چیز نبود دیگه. این بولانی هم خوراک ما خریداری کردیم، بولانی ها را میخوریم. بیا همه تو برما بتش، بیا نه پلاستیک ننداز، همه تو برما بتش، همه تو برما بتش. تشکر، خوراک موفق باشی. خیلی سلامت باشی. بریم دوستای از این نزدیک افطار است. اینا بولانی را گرفتیم، هم تا آیستا میریم، همون طرف افطاری است. بیا کوکو جان خودت بگی خیلی که خودت هم که افطار میکنی بگی. یک دانش بگی خودت بگی. ما این یکی رام تو بگی. بگیره خیلی کلش شما بگیره. این دوستای از این وضعیت شد. دوستای عزیز، همینجا یک کارمند دیگر را دیدیم، بیاین ازشان پرسان کنیم چطور است، از کار و بارشان در این رستوران راضی هستند یا خیر. سلام لالا جان. سلام علیکم. خوب هستی جان؟ جورت. تشکر لالا. قربانت. اسمت؟ اسم مجیب. مجیب جان. چند سال هستی؟ 21 ساله. 21 ساله. ماشاءالله. چقدر وقت میشه کار میکنی؟ حالا 3 سال میشه. 3 سال. در کدام بخش کار میکنی؟ در بخش پیاده روی است. در بخش فقط میمونا رو صدا میکنین؟ آفرین. چطور است کاربار؟ حالا خوب است. بازی خودت ماهانه ماش میده روزانه؟ نه روزانه. چطور است باز خرج فامیلی ها میبره؟ خوب است مبره. مکتب چطور مکتب خواندی؟ مکتب تا صف 10 خواندیم. تا صف 10 خواندی. چرا بعد از بازو علاج دادم. نه خب مکتب نباید اعلام میدادی. پیش در پولی کار مکتب ادامه بدی. کوشش دارم دیگه. پس از صنف 10 شروعش کنی به خاطر که وقت از هنوز خورده استی. بله. بسیار خوب. چی میکنی؟ مصروف پاکوری بودی؟ حالا پیسره که پاکوری دارم دیگه، میجاره یکم تو نظافت پاک شود. روزه گرفتی؟ چرا؟ اما تو یک ذره شیمت کم است، گفتم روزه گرفتی دیگه. خیر روزه نگیریم. بسیار خوب. در رمضان چطور هستی؟ همراه کار و بار، خستگی؟ حالا رمضان خوب است دیگه، خسته کن است دیگه، چطور کنیم دیگه. باز اینجا از چند بجه خودت میری؟ چند بجه میری؟ حالا 6 صبح میایم. 6 صبح میری تا 11 شب. بسیار خوب، بسیار خوب. و اینجا زیادتر چی پرفروش است؟ ما را گفتن چمن آیس کریم. آیس کریمش خوب فروش است، مشهور است و شیریخش خوبش است. جوساش کدامش زیاد خوبش است؟ زیادتر دیگه می شیریخ آیس کریم. شیریخش مشهور است نه؟ بسیار خوب، بسیار خوب. اینجا چند نمایندگی داره؟ اینجا نمایندگی 3 نمایندگی داره. 3 نمایندگی داره. درست است. حالا خودتون فکر کنم مربوط همیشه کار میکنی، مصروف هستی دیگه. ما بیشتر وقت نمیگیریم. خدا معرف پیامی داشته باشیم ما میشنویم. بخیر باشید. خداحافظ شما. تشکر. دوستای عزیز، بیاین بریم ما تا آیستا میریم به طرف آشپزخانه نزدیک شده ببینیم آشپز چی آماده کرده. گرچه برش فرمایش هم ندادیم، خب مهمانشان هستیم، باید یگان چیز جور کرده باشه. دوستای عزیز، برنامه ما ادامه داره و آمدیم به داخل. همیشه کارمند است که مصروف کار هستن. بیاین مزاحمشان میشیم ببینیم چی کارا میکنن. سلام لالا. علیکم سلام. خوب است لالا؟ خوب هستین؟ صحتمند. تشکر. سلامت باشین. ببخشید که وقت میگیرم. خوش میکنم. میشه خود یک معرفی کنی؟ اسمم وایس است. یک تن از کارمندای چمن آیس کریم وایس شیرخ پس. بسیار خوب وایس جان. چقدر وقت میشه کار میکنی؟ من خودم تقریبا 6 سال میشه که در کسب هستم، کسب شیرخ بازی. ماشاءالله 6 سال که در چمن آیس کریم کار میکنم. بسیار خوب، بسیار خوب. اینجا نمایندگی داره فقط یکی؟ نه نمایندگی داره، فقط نمایندگی یکی در نمایندگی مرکزی ما در بارستان است چمن آیس کریم. باز یک نمایندگی ما مکریان کنه است. باز نمایندگی است، باز یک نمایندگی هم پروان 3 داریم. بسیار خوب. چقدر وقت میشه که اینجا اعمار شده؟ اینجا 2 سال شد. 2 سال شد فعالیت داره. 2 سال فعالیت داریم. چطور از کار بار در رمضان؟ شکر خدا خوب است. نه کم کم گرمی شده، هوا گرم شده که مردم اینجا. خودتان که در رمضان چطور است؟ شکر از بگذره دیگه. شیر خاصی جور میکنی؟ شیر دیگه شیر وطنی است. شیر وطنی است. کجا شیر میگیریم؟ شیر ما فعلا از لبنیات میگیریم. این یک لبنیات است از فرم بیسل
و شیر ما که میریم شیر خام است دیگه 2 ساعت 2 نیم ساعت شیر جوش میتیم بعد از اینکه به قیام خود میرسه آماده شد موزیر ما یخ میکنیم استفادهش میکنیم به شیر یخ. بسیار خوب. همین یک چیزی که میگیرن نمیفهم تاش فقط همین چی ما نمیره نفهمیدی به خاطر چیز. بسیار خوب. حالا برفی است این حالا یک ذره سیستم پیشرفته شده تکنولوژی پیشرفت کرده دیگه این قالب برفی است سابق کتزی بالا ما کتزی پخته میکنیم موزی ماشینای برقی است این ماشینا است ما 2 ماشین چون اینجا بیربار بسیار زیاد است شکر خدا خوب است کاروبار مشتری داریم باز نمیشه که تنها در قالب پیش بریم پیش بردن نمیتونه. چندی از شیریه خود چندی است؟ شیریه خود سنگلش 80 است متوسط 100 است دبلش 150 است مستراشه است رقم شیریه است دیگه مسکت شیریه خود چند رقم است. ما افطاری دیگه امروز مهمانتان هستیم شیریه خانه میشه خورده ببینیم در رستوران دیگه چی هست اینجا غیر شیریه؟ فعلا شیریه اسکریم ما جز داریم باز ما خیلی جو خود ما جور کردیم دیگه یک دسترخوان داریم هر چی که تیار بود شما کل موجود میل میکنیم. قربان تشکر سلامت باشی. ببخشید از اینکه وقت تام گرفتم یک چند سوال دیگه مونده ما از پیشت میریم بخیر به اون طرف که به خاطر کوچه که استاد وعده کردیم آشپزخانه که نمیفهم بر ما چی جور میکنه ان شاء الله باز اگه بودین یک جای نوش جان میکنیم. خیر به شما ان شاء الله. جوس کیلا چطور؟ جوس کیلا رو همیشه خودتون جور میکنید یا اون طرف هست؟ جوس ما خودمون جور میکنیم. از جوسای چی میگن میوه دار است یا ساده است؟ اسپیشال است. با جوس اسپیشال چند است؟ 120 است 1.5 است معمولا 120 1.5 است. تا چه وقت جواز میباشه؟ اینجا فعلا تا 11 میشه. تا 11 میشه. دیگه تا پس شوی است چیزی که چیزی کم پس شوی است دیگه بعد از جمع کاری میشه تا 12 یک تا که چند دقیقه بچه‌ها میشینه چای میخوری یک پس شوی خلاص است. بسیار خوب. چند بجه جمعه این باز صبحی فعلا خو ما از ترمیم کاری دکان به خاطر دکور چیز است از وقت شروع میکنیم باز دکان هم سه ماست دیگه معمولا رمضان که میشه 2 بجه کار شروع میشه. چند نوع جوس هست؟ چشم با او سپورت که انار است سه چند نوع جوس هست؟ اینجا فعلا جوس کیلا است جوس میکس است جوس انار جوس مالتا جوس سیب دیگه باز جوس میکس شیک است جوسا فرق میکنه رقم. ما دیگه میمان هستیم یک شب بار دوم جور کنیم. ما در خدمت برادر. قربانت سلامتی تشکر. مزاحم وقتت نمیشیم کارتان کنیم. دوستان عزیز بیاین ما شما داشتاش تا میریم به طرف آشپزخانه نزدیک افطار است افطاری را میبینیم. دوستان عزیز آمدیم افطار از آذان داد دوستان ما اینجا همه جمع شدیم یک گفتیم پشتونا میگه چیزی که تیار است از یار است دیگه آمدیم افطاری کنیم. افطاری خوش لالا جان میتونیم بخوریم افطاری خوش. دوستا افطاری ما به اتمام رسید بسیار یک افطاری مزه‌دار یک سفره صمیمانه واقعا لذت بخش بود دیگه. واجی صاحب در پالی ماشیش تا آشپزم خودش هست. واجی بسیار زیاد تشکر. بخیر باشی سلامت باشی جور باشی. ما در خدمت مردم هستیم. بله سلامتی. یک اسمتان بگو که بشناسم. اسمم گلپاچا است از ولایت پروان. بسیار خوب بسیار خوب تشکر از این سفره بسیار مزه دارد. بخیر باشی سلامت باشی. سلامت باشین سر مالتان برکت از اینکه به ما زحمت کشیدین یک سفره آماده ساخته. هر وقت که بیایم ما در خدمت هستیم. بله سر مالتان برکت آیسته دامرتان برکت خیر ببینین. سلامت از اینکه غریب نواز هستین و امروز ما میمانم با خود داشتیم آمدیم ما را قبول کردین پذیرا شدیم بسیار زیاد تشکر. بخیر باشی سلامت. ببخشید شما زحمتتان نوش جان شما نانتان نوش جان. دوستان عزیز برنامه به پایان میرسه همیجا افطاری را کردیم و ما ایستا میریم بعد طرف خانه ایستا دیگه وقت شما را بیشتر نمیگیرم. برنامه ما را میتونین از زون صدای دریا بیننده باشین تا برنامه دیگر. باز ما فواد شریفی برنامه کوچه به کوچه میهمان خانه های شما میشم. شما را به خداوند پاک و بی‌نظیر میسپارم. خداحافظ شما.